سلام دوستان، اسم من امیرحسین شیرخانی و شما رو اومدم به یه بازی خیلی قشنگ که اسم این بازی فری فایر هست. اسم چنل من دنبال کنید. چنل قبلی من پرید دیگه و با این چنل باید شروع کنم. این یه بازی کردن، اگه دوست داشتین طرز بازی کردن تا آخر حتما این ویدیو رو ببینید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خب اینجا ببینید بعضی موقع ها پینگ ما خراب میشه و از این جون حرفا نمیشه مثلا کاری کرد. من دیگه سکون میکنم شما تا آخر این بازی رو تماشا کنید. و حالا نگاه کنین، دوست داشتین در مورد ماشینم یک داخل کامنت ها یک صحبتی بکنین و حالا بریم برای یه جنگ خوب و خوشگل. اینجا دیگه به راه میافتیم، میریم به هیچی نمیرسیم. یه ماشین دیگه هم بغل دستم میبینیم، خوش به حالش، صاحب ندارم، ولی این ماشین من از لامبورگینی هم بهتره. حالا میریم این بالا ببینیم کسی هست یا نه. بریم ماشینمون یکم جلوتر پارک کنیم. بذارین. اوه درگیریه. برم ببینم کیرون طرفداران هم دیگر رو میزنن. حالا تفنگ. آها اون بالا دیدیم بچه ها؟ چند تا تیر. تموم کار اینم تموم کردیم. حالا سراغ یکی دیگه است. اگه ما رو نزنه دیگه 100% که نمیتونه بزنه. حالا 2-3 کیل میگیریم بچه ها که دیگه سخت. حالا بخور سگ دمنجه. رفت پشت یخ. نامرد فرار نکنه، خیلی خوبه فرار نکنه. یخشو بزنیم بشکن دیگه لامصب. بشکن. هرچی میزنیم. آها یخش شکست. اوه نامرد فرار کرده. بریم جلو. بریم بالا کاراکترمون رو بفرستیم. کاراکتر خیلی خیلی به درد بخوری هست برای ما بچه ها. حالا رفته اونجا ما تبدیل شیم. اینجا این بالای سری جامون رو عوض کنیم. الان دیگه فهمیدیم کجاست بچه ها. جاشو خودش لو داد دیگه. بریم ببینیم پیروز میایم یا تسلیم. از این پشت بچه ها میندازیم که بهتره که کسی نفهمه. از این پشت یواش میریم. آها اون بالا. ما باید بچه ها اول مثلا از بالا میرفتیم، اونو تشخیص میدادیم، بعد میومدیم که اگه جام هم سری عوض نمیکردم سگ دمیج میشدم، میتونست منو بزنه. خب اینجا الان میخوایم بریم بالا. کاراکترمون رو بفرستیم. بریم بالا. هیچ کس نیسته.
نه نیست. فرار کرده از اون طرف بچه ها. فرار کرده و ما هم تو زمین گیر کردیم. حالا بریم. ای بک زن رو نگاه کن. بک زن از این بک زن تر تا حالا شما دیده بودین؟ بگیم برا من. بک زن بی خاصیت. حالا ما میایم داخل بازی، داخل زومیم، میریم یه جا تفنگی چیزی برای خودمون پیدا کنیم. انمی هم اینجا زیاده. میریم بالای این خونه، ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه. تفنگ خوبی باشه برایمون. یک انمی اونجاست. یک انمی بزن. 11 تا تیر داریم بچه. خط بگیریم، تمام کارش. این که از دومین کیل. میام اینجا ببینیم کس دیگه ای نیست. یه ماشین هم بچه اومد، یه بوم نید انداخت. ما هم جونمون یکم پر کنیم. انا آمد. بزن. بله بچه ها، اینم آخر ماجرا که دیدین. با زمنا دمج داده بود و زدمش. من خیلی ممنون از ویدیویی که تا اینجا همراه کرده بودین منو. خیلی سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.